12 سال پیش خانواده ها میگفتن نه شما مال هم نیستیم، ولی ما به اصرار هم گفتیم نه ما باید به هم برسیم. الان 12 سال از اون تاریخ میگذره. 21 آبان مهر طلاقمون خورد تو شناسنامه هم دیگه. امشب اون آقا رفته خواستگاری یه نفر دیگه، نمیدونم اسمش چیه، ولی تو این 12 سال تمام تلاشمو کردم که زندگی خراب نشه. دیدم اشتباه کردم. دیدم این آقا حالش پیش من خوب نیست. بهترین کار اینه که از همه حقوقم بگذرم و حال اون آقا رو خوب کنم. ولی امشب حال منو کسایی درک میکنن که عین خودمن. حالا اصلا خوب نیست.